اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و من شعله گلخوجه از شهر پراگ خبرگزاری‌های 14 ایون رو معرفی میکنم. امروز در برنامه بر اثر صدمه در الوانجک باغ نشان دولتی شهر دوشنبه چند تن زخمی شدند. همین امرام بودم مثل قطیم به جوران اول کمتر مثل جواد از بین برداشت. مقامات انتظامی تاجیکستان افسر بلندپایه دادستانی کل را که در گذشته در اگنتی مبارزه با فساد ایفای وظیفه میکرد بازداشت نمودند. و جوانان قرغیز واقعا در دوره پریشان حالی و درماندگی دستی دوستشان را گرفتند. حالا زندگی من خوب است. همه مشکلات پس سر شد. با دوستانم تشکر میگویم. شب سه‌شنبه صدمه در الوانجک باغ نشان دولتی شهر دوشنبه چند جوان را زخمی نمود. جوانان را اساساً با دست و پای شکسته به بیمارستان انتقال دادند. این حادثه بعد مغلوبیت دسته تاجیکستان از فوتبال بازان فیلیپین رخ داده است. بعد از بازی فوتبال گروهی زیادی از جوانان به باغ آمدند و در الوانجک سوار شدند. مسئولین باغ میگویند الوانجک خراب شده را حدود 20 روز پیش از چین آورده و نصب کرده بودند. مولا رجب یوسفی و شهلای عبدالله نه تنها به جای حادثه رفتند بلکه با شهیدان و مجروحان نیز هم صحبت شدند. بر اثر صدمه در یکی از اترکسیون یا الوانچک های باغ نشان دولتی شب 13 بعد 14 ایون بیش از 10 نفر با شکستن یکی از الوانچک ها جراحت های مختلف برداشتند. اما هنگامی از بالا پایان فرمودن شکستم کارش. اومدم موبایل گرفتم. که توی که هستم مثل پام روز کرده محکم شد پام داد. اما حالا دیگه جمیده نتونستم. هر کس مثل حرکت کردم که برو مثل یاردم تیم نشد مثل خمام مثل بچه‌ای بودن که بیرون اجازه داشتن که مثل دکارته بشن هوای اومدن ما رو برو وردن ایدرون. خشک خدا سکاری بانی سکاری اومده گفتن آوردم اونجا. مسئولین بیمارستان قریه بالا میگن شب گذشته 10 نفر را با دست و پای شکسته به این بیمارخانه آوردند و حالا آنها زیر معاینه طبیبان قرار دارند. شماری از مجروحان از ناحیه سر نیز جراحت برداشتند. شاهدان واقع میگن بر اثر وزن زیاد الوانچک تاب نآورده و در نتیجه صدمه رخ داده است. حادثه تقریبا ساعت 3:00 در باغ نشان تقریبا 30 ثانیه وای اترکسیون کارش رو سر کرد. در مدت 10 یا 14 سکند به همین حالت شد. در دادستانی ناحیه اسماعیلی سامانه بر رادیو آزادی گفتند که تحقیق این حادثه آغاز شده است و افرادی که در این کار به کمبودی راه دادند مجازات خواهند شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید از روی نتیجه های سنجش پیشکی حادثه با سبب های تکنیکی رخ داده است و تلفات جانی جای ندارد. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. مقامات انتظامی تاجیکستان یک مقام بلندپایه دادستانی کل را برای ساخته‌کاری بازداشت کرده است. خورشید جبارزاده 2 هفته پیش از جانب کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و آژانسی ضد فساد دستگیر شده است. او تا زمان بازداشت دادستان ریاست نظارت قانونی بودن سندهای سودی عاید به پرونده‌های گردشدنی، اقتصادی، اولیوی و مأموری بوده است. منابع رادیو آزادی میگویند جبارزاده تا 2 سال پیش از آژانسی ضد فساد برای کار به دادستانی کل آمده بود و بر اساس شاهدی کارمندان سابق این آژانسی که حالا در بازداشت قرار دارند دستگیر شده است. بازداشت این کارمند دادستانی در حال صورت میگیرد که بر اساس اطلاع منابع غیر رسمی 7 کارمند سابق آژانس مبارزه با فساد در بازداشت میباشند. در یک سفر غیر منتظره به افغانستان دبیر کل سازمان ملل متحد تمام جانب‌های درگیر در این کشور را به وحدت دعوت کرد و گفت که نزاع حل نظامی ندارد. اصلا سفر آنتونیو گوترش به افغانستان زمان صورت میگیرد که مناقشه در بین نیروهای حکومتی افغانستان و ائتلاف بین‌المللی از یک طرف و از سوی دیگر جنبش‌های آشوبگر و افراطگرا به اوج اعلا رسیده است. دیروز وزیر دفاع آمریکا نقشه بعدی این کشور در افغانستان را مطرح نمود. روز سه‌شنبه وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس به اعضای کنگره گفت که آمریکا در افغانستان کامیاب نیست و تاکید کرد که میانه‌های ماه ایول استراتژی نو افغانستان به وکیلان پیشکش خواهد شد. خبرنگاری رایترز میگوید این سخنان وزیر مدافع تعداد زیادی وکیلان را خوشحال نکرد. فعلا در افغانستان ما کامیاب نیستیم.
ما به زودترین فرصت وضع را تغییر میدیم. روز گذشته وزیر دفاع آمریکا به کمیته سنا در امور خدمات ارتش گفت که گزینه‌های موجود در رابطه با افغانستان را به زودی در اختیار پرزیدنت قرار می‌دهد و استراتژی نوی ایالات متحده با نظرداشت نحوه منطقوی بنیاد می‌شود. تا حال در افغانستان بیش از 2300 سرباز به هلاکت رسیده، 17000 سرباز دیگر جراحت برداشته است. مقامداران آمریکایی اعتراف می‌کنند که ماه‌های اخیر وضع افغانستان خیلی وخیم شده است. ماه می ترکش در مرکز کابل بیش از 150 نفر را کشته به جا گذاشت که مرگبارترین حمله از زمان برکناری حکومت طالبان در سال 2001 به شمار می‌رود. روز سه‌شنبه 3 سرباز آمریکایی را یک نظامی افغان به قتل رساند. کی ما در کنگره آمریکا با استراتژی نو برای افغانستان که از چارچوب 8 سال گذشته بیرون خواهد بود آشنا می‌شویم. امیدوارم تا میانه‌های ماه ایول آماده خواهیم بود. ما بند و بست آن را تهیه داریم و باید کفالت دهیم تأخیر آن به ما گران نیفتد. ماه اپریل خبرگزاری رایترز گزارش داد که پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ نقشه دارد از 3 تا 5000 سرباز آمریکایی را به نیروهای ائتلاف بین المللی مستقر در افغانستان همراه کند. بعضی کارشناسان آمریکایی ضرورت ارسال نیروهای علاوه‌ای را زیر سوال بردند. طبق آمار آمریکایی در حال حاضر نیروهای حکومت افغانستان 57% خاک این کشور را تحت نظارت دارند. موضوع افغانستان را ادامه میدیم. سیاست نوی آمریکا در نسبت افغانستان از چه قرار خواهد بود؟ برای تفسیر این موضوع صحبت داشتم با عباس جوادی، رهبر بخش منطقوی رادیوی آزادی. شکر که فرصت پیدا کردید و برای صحبت آمدید. خب وقتی که کاخ سفید میگوید که استراتژی نوی افغانستان رو با نظر داشته نحوه منطقوی تهیه خواهد کرد، آیا میتوان گفت که در نظر اول یا که در مد اول پاکستان رو در نظر دارد چون در اونجا طالبان آزاد و آسوده میگردند؟ 100% پاکستان هست منظور اصلی از برخورد منطقوی به مسئله افغانستان. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه پاکستان نقش درجه یکم بازی میکنه بعد از خود افغانستان در ادامه عملیات تروریستی و در ادامه عملیات طالبان در افغانستان. نقش پاکستان اساس، نه دولت پاکستان لزوما، شاید غیر مستقیم، ولی طالبان که معروف شدن به طالبان پاکستان. درست است اگر در آینده چیزی که شما میگوید استراتژی نو، آقای ماتیس وزیر دفاع جدید در کابینت آقای ترامپ گفته است، اگر تاکید و فوکس روی طالبان پاکستان روی کویت بشود و از اون طریق اونها از عملاً از قدرتشون، قدرت ضربتیشون از بین برود، تأثیر خیلی بزرگی داره. برای این کار امریکا باید رضایت پاکستان رو جلب کنه. اما ببینید تو این دم انگشت اشاره به سوی روسیه هم بود که گفته میشد با طالبان هم کاری دارند. آیا امریکا در نسبت این کشور از یگان اقدام کار خواهد گرفت یا نه؟ این اتهامات هست، هم در مورد روسیه هم در مورد ایران اتهامات هست، ولی به اون درجه حداقل یا ثابت نشده است یا ادعا شده است ولی ثابت نشده است. به اون درجه یکم. دومی که ظاهرا اهمیت درجه اول ندارد، مانند حمایتی که گفته می شود پاکستان نسبت به طالبان افغانستان دارد. ببینید یک استراتژی نو چی هست؟ اولا کنگره امریکا، سنات امریکا از اینکه سیاست نوی حکومت آقای ترامپ درباره افغانستان تهیه نکرده است، تقدیم نکرده است، ناراحت است. یک. دوم اینکه اینها وعده دادن تا ایول و اواسط ایول به نظرم سیاست نوی خودشون را، استراتژی و اصطلاح خودشون را تقدیم میکنه. در این استراتژی چی هست؟ میگوید 3 تا 4 5 هزار نفر به نیروهای نظامی امریکا علاوه میشوند.
برخلاف گذشته، برخلاف دور اوباما، پرزیدنت اوباما، نیروهای امریکایی بیشتر هدفهای طالبان رو زیر حمله قرار خواهند داد، مستقیما، بدون رعایت و یعنی این حداقل انتظاری نه، بدون توجه به موقع پاکستانی ها. این هم احتمال بسیار بزرگ این است که از طریق حمله های درون انجام بگیرد. دوم اینکه احتمالا چیزی که دیروز آقای ماتیس در صحبت در مقابل سنات امریکا گفت این بود که بعد از این احتمالا زیاد هم به تکیه نخواهند کرد به مذاکرات صلح و اصطلاح بین حکومت افغانستان و طالبان افغانستان. صحبت کامل با عباس جوادی در موضوع استراتژی نو آمریکا با افغانستان را میتوانید در سامانه ما www.azadi.org و آزادی ویدیو یوتیوب پیدا کنید. یک ساکن شهر بیشکک را صدمه نقلیاتی برای یک عمر روی عربچه معلولی نشاند. والدین و نزدیکان این جوان بعد فوجیه از او رو گرداندند، ولی دوستان برعکس به کمکش شتافتند. این جوان میگوید در احاطه دو دوست نزدیکش دوباره امید به زندگی را پیدا کرد. اولان طبق عادت دست و رویش را در نزد رخت خوابش می شوید. به دستان او دوستانش آب می ریزند، زیرا مستقلانه راه رفتن نمی تواند. چند سال پیش اولان به صدمه دچار گشت و با همین به عربچه معیوبی یار شد. بعد از جدا شدن پدر و مادر او روز خود را در منزل‌های اجاره می گذراند. Hazır bari жақсы, eng o'g'rilar ortda qoldi. حالا زندگی من خوب است. همه مشکلات پس سر شد. با دوستانم تشکر میگویم. Buga cheyin ayoy ko'p qiyinchiliklar bo'ldi. Albatta ko'pdegan odamlar menga yordam berdi. طولی 1.5 سال باز اولان همراه دو دوستش مقصد و قربان زندگی دارد. آنها خانه ای را در آشیانه یکم به اجاره گرفتند تا برای رفیقشان آسان تر شود. هر سه دوستان در یک جا کار میکنند. Ulan gelmey qaldı. 10 kundan keyin geldi. Barıp او 10 روز به کار نآمد. ما خواطر شدیم. وقتی به نزدش رفتیم دیدیم که در شرایط خیلی بد زندگی دارد. من به او پیشنهاد کردم که یک جای زندگی کنیم. ساعت‌های کاریمان یک است. می توانم تا به کارگاه رسیدن و به خانه آمدنش او راضی شد. تا به کارگاه دوستان با ماشین اولان می روند. اولان توسط دستگاه مخصوص با دستانش ماشین را می راند. او اصحاب بغل را استفاده نمی برد و نشستن در عربچه معیوبی نیز برایش چندان پیسند نیست. اطرافیان دائم به من با تعجب نگاه می کنند. در چنین حالت من ناهنجار می شوم. بخصوص وقتی با عربچه حرکت می کنم. ولی من به تدریج عادت می کنم. اولان استای تلفن‌های موبیلی است. در اینجا همه او را می شناسند. صاحب مغازه از او اجاره پولی طلب نمی کند. دوستانش نیز در پهلویش هستند. آنها به سودای تلفن‌های موبیلی مشغولند. همزمان برای اولان مشتری می آورند. بعد از کار دوستان به باغ می روند. مقصد و قربان اولان را مشغول می دارند تا او روح افتاده و ناراحت نشود. و یک خبر دیگر در قسمت غربی لندن یک بینای 27 اوشونگی صبح روز چهارشنبه به کامی آتش رفت. در نتیجه سوختار کم از 6 نفر جان خود را از دست داد و دهها تن دیگر مجروح شد. به جای حادثه 40 ماشین و 200 افسری سوختار خاموشکنی سفر برگردیدند، اما نتوانستند علنگه آتش را خاموش کنند. هنوز تعداد نفرانی که در داخل بنا ماندند معلوم نیست. شاهدان حادثه میگویند بسیاری از ساکنان را در نزد تیره‌زدها دیدن ممکن بود. خدمات یاری تجلیلی لندن گفت که تا این دم بیش از 50 نفر به بیمارستان‌ها انتقال یافت. سبب سر زدن آتش سوزی که در یک آن واحد تمام بنا را فرا گرفت و هنوز مشخص نشده است. خبرگزاری‌های تاجیکستان و جهان از دوربین رادیو آزادی با تشکر و خدا نگهدار.